الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين أما بعد. دوستان گرامی، در این هفته‌های گذشته برادران در مورد آشکارا صدقه کردن زیاد پرسیدند و موضوع امروزه ما در مورد صدقه آشکارا می باشد. آیا آشکارا صدقه کردن و نام خود را نوشتن در جایهایی که صدقه می دهند آنجا این کار ریا است یا خیر؟ اول اینکه ما باید بدانیم که هر انسان هر کاری را می کند این وابسته به نیتی او است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند انما الاعمال بالنیات، همه عملها به نیت وابسته است. اگر انسانی که خیر می کند به خاطری که مردم بگویند که آن خیر کرد به خاطر ریا بکند، البته این صدقه قابل قبول نیست. لیکن جایهایی است که انسان صدقه می دهد به خاطری که دیگرها از آن عبرت بگیرند، یا اینکه در جایی که مردم پول جمع می کنند به خاطر صدقه دادن و در آن سهم خود را میگذارد، این جای ریا نیست. برعکس این دیگرها را تشویق میکند که مردم آمده صدقه بدهند. و آشکارا صدقه کردن را الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ستوده است و گفته است که الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانیه، یعنی آنهایی که نفقه میدهند و صدقه میدهند روز و شب، یا آشکارا یا پنهانی، یعنی که در همه حال چیز میکنند، صدقه میدهند. و در دیگر آیتی است که الله سبحانه و تعالی میفرماید ان تبدوا الصدقات فنعما هی، اگر آشکارا صدقه بدهند این یک کار خوب است، کار ستودنی است. و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لكم، و اگر آن را پنهان کنید و به فقیرها بدهید این برای شما بهتر است. البته که صدقه پنهانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی که صدقه پنهانی را بسیار ستودند و گفتند که هر کسی که صدقه می دهد دست راستش و دست چپ آن از آن درک نمی یابد، این انسان در روز قیامت زیر عرش پروردگار است. و صدقه پنهانی از ریا انسان را نگه می دارد. صدقه پنهانی این یک عمل خیری است که بین انسان بین الله سبحانه و تعالی می باشد. لیکن صدقه آشکارا هم الله سبحانه و تعالی آن را ستوده است در قرآن کریم و در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما می بینیم که مردم صدقه آشکارا می کردند. در مدینه منوره وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک گروهی را دید که آنها بسیار فقر زده شدند، بسیار در چهره آنها فقر نمایان است، پس خطبه کرد و اصحاب کرام را دعوت به صدقه کرد و مرد اومد در کفش صدقه خود را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیشنهاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از کار این مرد بسیار خوشنود شد و گفت که هر کسی که یک کار خیر در اسلام جاری کند، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها، هر کسی که در راه خیر در راه اسلام یک عمل خیر را جاری کند و هر کسی که به این انسان پیروی میکند یا که به مانند کار این میکند، این انسانی که اول این کار را جاری کرد در اجر آن و پاداش آن با هم یک جا هستند. لیکن انسانی که خیر میکنه از اجر آنها کم نمی شود. یعنی کسانی که بعد از آن خیر میکنن اجر آنها کمتر نیست، همه اجر خود را پره میگیرند. لیکن این انسان، کسی که اولین بار این خیر را جاری کرد، در ثواب آنها چی است؟ یک جا است. همچنان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از
از مکه به مدینه آمدن و اصحاب کرام وقتی که مهاجرین به مدینه آمدن دیدن که در مدینه آب شیرین نیست. یگانه چاهی که بسیار آب شیرین دارد این چاه رومه است، نام آن رومه بود و این چاه مال یک انسانی بود که اون انسان آب آن را میفروخت و مردم بسیار به تنگ آمدن از خریدن آب که هر روز آب را میرفتن میخریدن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مرد را دعوت کرد و او گفت که ای برادر، اگر این چاهت را در راه خداوند وقف بگذاری، الله سبحانه و تعالی برای تو در جنت یک چاه عطا میکند. و این مرد گفت که ای رسول اکرم، من در زندگیم بغیر از این چاه و فرزندانم دیگر هیچ چیز ندارم. یعنی یگانه چیزی که ما درآمد داریم با فرزندانم این چاه است. و وقتی که عثمان رضی الله تعالی عنه این قصه را میشنود، میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و میگوید که ای رسول خدا، اگر من همین چاه را بگیرم، بخرم و وقف بگذارم، به پول مردم آمده بخورن، آیا این برای من هم در جنت یک چاه الله سبحانه و تعالی میدهد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای او میگوید که بله. و عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه این چاه را به 35,000 درهم میخرد و آن را وقف میگذارد که تا به حال مردم از آن می نوشند و تا به حال وقف آن وجود دارد. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آب این چاه را هم خیلی دوست می داشتند، چون که بسیار یک آب شیرین داشت. پس ببینید که خیر آشکارا اصحاب کرام هم می کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مردم در بین صحابه ها آشکارا خیر را قبول می کردند و این عمل ها و آیت های قرآنی دلالت به این می کند که آشکارا خیر کردن این در نزد الله سبحانه و تعالی قابل قبول است و آیت های قرآنی آن را اثبات می کند. و یگانه چیزی که انسان باید در خیر آشکارا باید احتیاطکار باشد که شیطان آن را وسوسه نکند تا این خیر کرده او را برباد ندهد. یعنی به خاطر ریا هیچ وقت خیر نکند. وقتی که انسان به خاطر ریا، به خاطر که مردم بگویند که فلان انسان خیر کرده است، به خاطر این اگر خیر کند، این در همین دنیا گفته می شود که خیر کرد، یعنی مردم میگویند، لیکن در روز قیامت هیچ ثوابی ندارد. سوال دیگری که دوستان از ما در این هفته میپرسیدند این بود که آیا ما می توانیم که زکات خود را به نوار غزه روان کنیم؟ البته هر کسی که صاحب زکات است و یا اینکه صدقه می دهد، اولین جایی که ما باید در برآوردن زکات فکر کنیم این نوار غزه است. چون که سال گذشته تمام علمای اسلام فتوا دادند که ما باید زکات خود را به نوار غزه روان کنیم، چون که امروز مسلمان ها در این یک گوشه زمین در محاصره قرار دارند و 2 میلیارد مسلمان تماشابین است و کسی هم نمیتواند که 1 لیتر آب داخل نوار غزه بخورد. این یک جای شرم‌آور است، یک جایی است که ما باید خجالت بکشیم، از مسلمانی خود باید خجالت بکشیم که ما سیر هستیم و فرزندهای ما سیر است و تمام چیز را دارا هستند، لیکن برادران ما و شما در نوار غزه آب ندارند، آب نوشیدنی ندارند و گرسنه میخوابند، چیزی هم برای خوردن ندارند. این یک شرم است برای ما و شما. هر کسی که خیر میکند برای نوار غزه تنها خود را از آتش جهنم خلاص میکند. باور کنید روز قیامت روی همه ما و شما سیاه میشود. الله سبحانه و تعالی ما و شما را روز قیامت میپرسد. اولین سوال شاید همین باشد که شما چیکار کردید برای مسلمان هایی که در نوار غزه کشته میشدند،
از گرسنگی میمردن، از گرسنگی جان میباختن. شما چیکار کردید؟ آیا کوشش کردی برای رساندن صدقه خود به آنجا؟ آیا کوشش کردی که زکات خود رو به آنجا روان کنید؟ امروز همین برنامه‌های تلفنی، همین ارزهای دیجیتالی میگن یا اینکه کریپتووالیوتا میگن، در تمام نوار غزه هستند. مردم روان میکنن و این بیزنسمن های از خدا بیخبر پول دارن، در آنجا میدهند. یعنی پولی دارن که شما اگر بر همین کریپتووالیوتا یا که ارزهای دیجیتالی روان کنید، آنها میگیرن یک فایز بلند میگیرن، لیکن پول رو برای آنها میدهند. و اگر در غم این نیستی که برادران ما و شما در نوار غزه چیکار میکنن، چی میخونن، پس در ایمان خود شک کن که آیا تو مسلمان هستی یا نه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میفرماید که اگر یک مرد مؤمن مسلمان در یک جای حاجت به نصرت دارد، حاجت به این دارد که ما و شما دست او را بگیریم، و در همون حالت اگر کسی آن را ناامید بسازد، الله سبحانه و تعالی او را در روز قیامت ناامید میسازد. در جایی که حاجت به نصرت دارد، در جایی که حاجت به این دارد که کسی دست او را بگیرد، الله سبحانه و تعالی او را ناامید میسازد. و اگر کسی که دست یک مسلمان را در یک سختی میگیرد و در یک مشکلی دست یک مسلمان را میگیرد، الله سبحانه و تعالی او را در جای نصرت میدهد که او دوست می‌دارد که دست او را کسی بگیرد. خصوصا در روز قیامت هر کسی که یک مشکلی را از یک مسلمان دور می‌سازد، الله سبحانه و تعالی روز قیامت مشکلی بزرگ آن را از او دور می‌سازد. پس امروز ما و شما در یک امتحان قرار داریم که ما را الله سبحانه و تعالی به این انسان‌هایی که در نوار غزه هستند امتحان می‌کند. امتحان ما و شما همین است که آیا ما برای آنها چی تقدیم کرده میتونیم. اگر نویسنده هستی درباره آنها بنویس، اگر دارا هستی، توانا هستی، میتونی زکات و صدقه بدهی برای آنها روان میکن. هیچ نیست برای آنها دعا بکن در هر نماز که الله سبحانه و تعالی مشکلی آنها را آسان کند. الله تعالی این اسرائیل بدبخت را نیست و نابود بسازد که اینقدر مسلمان ها را در پخش های مستقیم انسان ها را به قتل میرساند، کودکان را به قتل میرساند، ولی این عالم منافق، این دنیای منافق اینها را نادیده میگیرند. لیکن الله سبحانه و تعالی آن را میبیند و هر کس جزای خود را در وقت خود خواهد گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.